در این ویدیو برخی مفاهیم پایه هوش مصنوعی رو با هم مرور میکنیم. هوش مصنوعی Artificial Intelligence به سیستم هایی که توانایی تصمیم گیری و حل مسئله شبیه انسان رو دارن اطلاق می شود. الگوریتم های هوش مصنوعی مجموعی از روش های محاسباتی هستند که به ماشین ها امکان یادگیری، استدلال و تصمیم گیری رو می دهند. الگوریتمی که اینجا مشاهده می کنید درخت تصمیم یا دیسیژن تری نامیده میشه. یکی دیگه از الگوریتم های هوش مصنوعی ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین هست. الگوریتم هایی که از داده ها الگو می گیرن و به مرور بهتر می شون. اما این فرایند چطور رخ میده؟ معمولا در 4 مرحله این فرایند اجرا میشه. Training data, pattern learning, prediction and error correction. فرض کنید که هزاران ایمیلی که برچسب خوردن که کدوم اسپم هستن و کدوم نرمال به سیستم داده میشه. سیستم الگویی که در این ایمیل ها هستش شناسایی میکنه. متوجه میشه که ایمیل های اسپم حاوی کلماتی مانند شما برنده شدید هستش یا از آدرس های ناشناس اومده. در دفعه بعدی که یک ایمیل جدید وارد سیستم میشه، سیستم با توجه به الگویی که قبلا یاد گرفته این ایمیل جدید رو دسته‌بندی میکنه که یا در دسته اسپم ها یا در دسته نرمال ها میذاره. و اگر این طبقه بندی اشتباه رخ بده و یک لیبل اشتباه به ایمیل زده بشه، با فیدبک کاربر سیستم یاد میگیره که در دفعات بعدی رفتارش رو و دسته‌بندیش رو با دقت بیشتری انجام بده. خب Natural Language Processing یا پردازش زبان طبیعی به توانایی درک و تولید زبان انسانی اطلاق میشه. نورال نتورک یکی دیگه از الگوریتم های هوش مصنوعی هستش که از ساختار مغز انسان الهام گرفته. این سیستم شامل لایه‌هایی از گره‌های به هم پیوسته به نام نورون هستش که داده ها رو پردازش میکنن. دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق شبکه‌های عصبی چند لایه هستند که برای وظایف پیچیده‌ای مثل تشخیص تصویر ایجاد میشن. کامپیوتر ویژن یا بینایی ماشین به تحلیل و تفسیر داده‌های تصویری توسط کامپیوتر اطلاق میشه. زمانی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی روی دستگاه‌های محلی مثل موبایل یا اینترنت اشیا اجرا میشه، به جای اینکه روی سرورهای ابری قرار بگیره، اصطلاح Edge AI بهش تعلق میگیره. یکی از اصطلاحاتی که بسیار متداول هستش Large Language Model یا مدل‌های زبانی بزرگ هستش. مدل‌های پیشرفته‌ای که با حجم عظیمی از متن آموزش دیدن و توانایی درک و تولید زبان انسانی رو دارن، مانند GPT. Generative AI یا Gen AI که در فارسی هوش مصنوعی مولد خونده میشه، به سامانه‌هایی که محتوای جدید تولید میکنن نه فقط تحلیل داده اطلاق میشه. این محتوای جدید میتونه متن، تصویر، صدا یا ویدیو باشه. AI systems that create new content, text, images, audio, video, rather than just analyzing existing data.
مالتی مادل AI یا هوش مصنوعی چند وجهی سامانه هایی هستند که همزمان چند نوع داده رو پردازش میکنن تا درک عمیق‌تری داشته باشن. این تصویری هستش که توسط جنراتیو AI تولید شده. Explainable AI یا XAI هوش مصنوعی قابل توضیح هستش. روش‌هایی برای شفاف سازی تصمیم‌های هوش مصنوعی و قابل فهم کردن اون برای انسان. و اما موضوع بسیار جدی در حوزه هوش مصنوعی ethics in AI هستش. در واقع قرار دادن و تعریف فریمورک هایی برای تضمین عدالت، مسئولیت پذیری و جلوگیری از سوگیری. بات و چت بات دو تا اصطلاحی هستند که به کرات شنیده میشن. بات برنامه نرم افزاریه که وظایف خودکار و تکراری رو بدون دخالت انسان انجام میده. و چت بات باتی گفتگو محور هستش که برای تعامل متنی یا صوتی با کاربر طراحی شده و گفتگوی انسانی رو شبیه سازی میکنه. چت جی پی تی نوعی چت بات مبتنی بر مدل زبانی بزرگ هستش که توانایی تولید پاسخهای شبیه انسان، استدلال و متن خلاقانه رو داره. برای تعامل با چت جی پی تی و چت بات هایی که به صورت گفتگو محور عمل میکنن لازمه که زبان گفتگو رو فرا بگیریم. این زبان در یک مهندسی به اسم پرامپت انجینیرینگ قرار داده شده. مهندسی پرامپت طراحی ورودی‌های مؤثر برای هدایت مدل‌های هوش مصنوعی هستش. فاین تیونینگ یا فرایند سازگار کردن یک مدل از پیش آموزش دیده با داده ها یا وظیفه خاص برای افزایش دقت و تناسب. پس فاین تیونینگ یک فرایند اداپت کردن با داده های محلی، با داده های لوکال یا وظیفه خاصی هستش که از مدل AI انتظار میریم. به طور مثال اگر برای تشخیص تصاویر پزشکی بخوایم که یک مدل هوش مصنوعی در شناسایی تومورها به صورت مؤثرتری عمل بکنه، در واقع با فرایند فاین تیونینگ این آموزش به هوش مصنوعی داده خواهد شد. همچنین در سیستم‌های تصمیمیار بالینی با رکوردها و پرونده‌های بیمارستان‌های منطقه‌ای سیستم هوش مصنوعی رو برای ارائه پاسخ‌های مناسب‌تر و مؤثرتر برای اون منطقه فاین تیون میکنن. همچنین اگر داده های ICU رو به مدل های هوش مصنوعی داده بشه، در این صورت میتونه تصمیماتی که برای مانیتور کردن بیمار میگیره و یا پیشنهاد میده به پزشک تصمیمات مناسب تری باشه. Conversational AI یا هوش مصنوعی مکالمه‌ای در واقع سامانه‌های گسترده تری هستند که از ترکیبی از NLP، تشخیص گفتار و مدیریت دیالوگ برای برقراری ارتباط طبیعی استفاده می‌کنند. یک اصطلاحی داریم به اسم ترانسفر لرنینگ
که یادگیری انتقالی ترجمه شده به معنی استفاده از دانشی که در یک حوزه یا وظیفه به دست اومده توی حوزه دیگه برای بهبود عملکرد در اون حوزه. Using knowledge gained from one task or domain to improve performance in another. امیدوارم که این ویدیو براتون قابل استفاده بوده باشه و تعاریف دونسته باشه، مفهوم روشنی از اصطلاحاتی که مطرح شد رو برای شما فراهم بکنه. منتظر شما در ویدیوهای بعدی کانال